جدیداً لو رفته که امام جمعه ایلام، بله دقیقاً همون منطقه محروم مرزی که خیلی از مردمش به نون شبشون محتاجن، یه ماشین شاسی بلند پرادو آخرین مدل داره. اما وقتی این مسئله رسانه‌ای شد، نه تنها عذرخواهی نکرد، نه تنها استعفا نداد و نه تنها برکنارش نکردن که خیلی پررومندانه اومد پشت تریبون نماز جمعه و گفت از بچه بازی هایتان دست بردارید. اهانت به جایگاه نماز جمعه، اهانت به رهبری قابل پیگیری است. توصیه میکنم به این جایگاه که مین گذاری است نزدیک نشوید و چنان که نزدیک شوید با مین به هلاکت خواهید رسید. آجی چه خبره اینجا؟ اسرائیل حمله کرده یا آمریکا؟ نه بابا، حمله کجا بود؟ چیز خاصی نیست. این صداها مال اقتصاد مقاومتیه. مگه اقتصاد مقاومتی صدا هم داره؟ آره دیگه، مثلا اون ماشین پرادو شاسی بلنده رو میبینی؟ خب آره، مال امام جمعه ایلامه دیگه. نه دیگه، اون پرادو نیست، بلکه میدون مینگذاری شده امام جمعه است. یه وقت بری روش برو کنار وگرنه میتکی. آها، اون وقت این ویلای لباسون که مال آقای وزیره چی؟ اون چیه؟ اونم ویلا نیست، بلکه کمربند انتحاری آقای وزیره. اونم یه وقت نری سمتشا، برو کنار وگرنه میترکی. باشه، فقط این حساب بانکی قوه قضاییه چی؟ اونم صدا داره؟ اون که سامانه موشکی دوربرد متعلق به برادران لاریجانیه. اونو اصلا سمتش نرو، برو کنار وگرنه بدجور میترکی. آخ چه انفجاری بود. این چی بود حاجی؟ چقدر خفن بود. این صدا صدای جیب مقام عظما بود. واویلا.